سلام به همگی، خوش اومدید به کانال من. تو این کانال قراره که هر هفته حداقل یه آهنگ انگلیسی رو با همدیگه گوش بدیم و بررسی کنیم. آهنگی که برای امروز انتخاب کردم آهنگ لرم گو، رهاشون کن برن، از مت هنسن هستش. این آهنگ درباره رهایی از چیزی یا کسیه که نمیتونی نگهش داری و یاد میده بهت که چطور با درد و دلتنگی روبرو بشیم و در نهایت آزاد بشیم. بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم که کارو شروع کنیم. Staring at the ceiling, trying to fight the feeling. Deep inside your heart, you know it isn't what it was. Staring at the ceiling, trying to fight the feeling. Deep inside your heart, you know it isn't what it was. Staring at the ceiling یعنی زل زدن به سقف. Stare at somebody or something به معنی زل زدن و خیره شدن به یک شخص یا یک چیز هستش. trying در واقع مخفف trying to هست. try به معنی امتحان کردن و سعی و تلاش کردن هست و اینجا trying در واقع شکل محاوره‌ای trying to هستش. fight the feeling. fight به معنی جنگیدن هست و feeling به معنی احساس. fight the feeling یک کالوکیشن هست که به معنی مقاومت در برابر احساساتی مثل غم، عشق و یا ترس هستش. deep inside your heart. deep به معنی عمقه، inside درون و heart به معنی قلب. your heart قلبت، در عمق وجودت، در درونت. it isn't what it was. دیگه اون چیزی که قبلاً بوده نیست. it isn't منفی شده، این نیست what اون چیزی که آنچه که it was قبلاً بوده. Anxiety is growing like fog over the ocean. Hoping, wishing, praying that it's gone when you get up. Anxiety is growing like fog over the ocean. anxiety به معنی اضطراب، دلنگرانی خیلی شدید. is growing like fog over the ocean. grow به معنی رشد کردن هست. like به معنی مانند، fog به معنی مه، over the ocean روی اقیانوس. پس میشه اضطراب مثل مهی که روی دریا پخش میشه یا اقیانوس پخش میشه داره زیاد میشه. Anxiety is growing like fog over the ocean. Hoping we shouldn't pray. hope به معنی امید داشتن هست. We shouldn't pray. pray به معنی دعا کردن. میگه که امید داری که شرایط اونقدری بد نباشه که ناچار بشی دعا کنی. hoping امید داری. we shouldn't ما نباید. should یعنی باید، shouldn't نباید یعنی مجبور نباشیم. should برای بیان اجبار هست. we shouldn't pray مجبور نباشیم که دعا کنیم. and that it's gone when you get up. gone پس پارتیسیپل یا شکل سوم go هست. go، went و gone. و وقتی بیدار شدی رفته باشه. it's gone رفته باشه. when وقتی که you get up وقتی که بلند میشی. وقتی از خواب بیدار میشی میگیم wake up بیدار شدن و get up وقتی که بلند میشی. وقتی که بیدار شدی و بلند شدی امید داری که رفته باشه. You could try to wrestle with the mirror, but the truth it can't be any clearer than that. You could try to wrestle with the mirror, but the truth it can't be any clearer than that. You could try to wrestle with the mirror. تو میتونی با آینه بجنگی، درگیر شی، کلنجار بری با آینه. در واقع بچه ها اینجا
اگه بخوام معنیشو بگم، معنی wrestle به معنی کشتی گرفتن هست. wrestle with somebody، کشتی گرفتن با کسی. wrestle with something یعنی اینکه کلنجار بری و درگیر باشی با یه قضیه‌ای، با یه چیزی. mirror به معنی آینه، ولی در اینجا در واقع اون حقیقتی که اون شخص داره ازش فرار میکنه رو داره میگه تو میتونی کلنجار بری با اون حقیقته. آینه اینجا نماد اون حقیقته که تو میتونی، یعنی توی آینه اون حقیقت رو میبینی، نگاه کنی توی آینه نمیتونی ازش فرار کنی و اون حقیقت رو داری میبینی. But the truth، اما حقیقت، it can't be any clearer than that، از این واضح تر نمیتونه باشه. clearer than that یعنی واضح تر از اون قضیه، اون حقیقتی که اون شخص ازش فرار میکنه. clear به معنی تمیز، واضح و روشن هستش. truth هم به معنی حقیقته. پس اینجا در واقع داره میگه که تو نمیتونی از واقعیت فرار کنی و باید اون واقعیت تلخ رو بپذیری. You've been fighting it off just like a fever, but there's no use holding it back. You've been fighting it off just like a fever, but there's no use holding it back. You've been fighting it off یعنی مدتیه داری باهاش می جنگی. fight به معنی جنگیدن و اینجا ساختاری که استفاده شده در واقع ساختار حال کامل استمراریه. یک کاری که شما از گذشته شروع کردید و همچنان هم ادامه داره. have به علاوه been به علاوه فعل ing دار. You've been fighting it off یعنی مدتیه داری باهاش می جنگی. Just like a fever مانند یک تب. fever به معنی تب هست. But there's no use holding it back اما فایده ای نداره. There's no use به معنی اینه که فایده ای نداره. No use فایده ای نداره. Holding it back نمیتونی جلوش رو بگیری. پس no use holding it back یک ساختاریه به معنی اینکه فایده ای نداره که جلوشو بگیری یا پنهانش کنی. در واقع hold something back به معنی کنترل کردن یا پنهان کردن یه چیزیه که اینجا somethingمون همون it به معنی احساسات هست. میگه کنترل کردن احساسات یا پنهان کردنشون فایده ای نداره. fight it off هم یک کالوکیشنه. fight something off به معنی مقابله کردن با یک چیزیه یا دفع کردن یه چیزی مثل بیماریه. مثلا میگیم fight off a cold یعنی مقابله با سرماخوردگی. Sometimes you need the rain to know you miss the sun. Sometimes you need the rain گاهی باید بارون رو تجربه کنی. Sometimes گاهی you تو need نیاز داری the rain به بارون. یعنی میگه که گاهی نیازه که بارون رو تجربه کنی که بارون منظورش درده اینجا. To know برای اینکه بفهمی. You miss the sun دلت برای خورشید تنگ شده. miss something یعنی دلت برای چیزی تنگ شده. miss the sun دلت برای خورشید تنگ شده. sun خورشید. و اینجا یک ساختاری ما داریم. sometimes you need یه چیزی to know یه چیز دیگه. یعنی چی؟ یعنی گاهی باید یه چیزی رو تحمل کنی تا ارزش یه چیز دیگه رو بفهمی. اینجا میگه sometimes you need چی؟ the rain به بارون که نماد درد و غمه. باید اونو تجربه کنی، تحمل کنی. برای چی؟ برای اینکه to know you miss the sun برای اینکه بفهمی دلت برای خورشید که نماد روشنایی و گرما هست تنگ شده. پس اینجا the rain و the sun
در واقع نماد غم و شادی هستن و miss something یعنی دلتنگ شدن برای یک چیزی. miss the sun یعنی در واقع کالوکیشنیه به معنی اینکه دلت برای روشنایی و گرما و آرامش تنگ شده. Sometimes you need the pain to know it isn't love. Sometimes you need the pain to know it isn't love. دوباره همون ساختار رو استفاده کرده. Sometimes you need something. گاهی لازمه یه چیزی رو بدونی، تجربه کنی. Sometimes you need the pain. گاهی لازمه درد رو تجربه کنی. To know تا بفهمی it isn't love. اون عشق نبوده. Love عشق. It isn't love عشق نبوده. Need the pain در واقع کالوکیشنه به معنی اینکه باید سختی بکشی تا چیزی رو درک کنی. Sometimes the one you hold, you gotta let him go. You gotta let him go. You gotta let him go. Go. Sometimes the one you hold, you gotta let him go. Sometimes گاهی the one اونی که اون شخصی که you hold تو نگه داشتی you gotta تو باید let him go بذاری بره رهاش کنی بره. The one you hold یعنی کسی که دوستش داری، کسی رو که نگه داشتی. hold به معنی نگه داشتن و در آغوش گرفتن هست. You gotta let him go این در واقع مخفف جمله you have got to let them go هست. gotta have got to هست به معنی باید. شما میتونید بگید have to یا have got to یا gotta. وقتی که تند حرف میزنن به شکل مخفف شده میگن gotta. have got to رو یعنی به معنی باید. you gotta تو باید. let یعنی اجازه بدی بذاری. در واقع همون them هست یعنی آنها. اینم دوباره توی گفتار سری که حرف میزنن به این شکل میگن، به جای اینکه بگن let them میگن let them. go هم که به معنی رفتن. let someone go کالوکیشن به معنی رها کردن کسی. you gotta تو باید let them go بذاری برن، رهاشون کنی برن. This isn't what you wanted, nuts inside your stomach. Do you have to hurt him so you don't hurt anymore? This isn't what you wanted, nuts inside your stomach. Do you have to hurt them so you don't hurt anymore? This isn't what you wanted. This in isn't نیست. What چیزی که you wanted تو میخواستی. want به معنی خواستن. wanted یا wanted به معنی میخواستی. گذشته است. ایدی گرفته و گذشته شده. you wanted این چیزی نیست که تو میخواستی. nuts inside your stomach. stomach یعنی معده، دل، شکم. inside درونه. nuts هم یعنی گره خوردگی. گره خوردگی درون شکمت. Do you have to hurt them? آیا تو باید بهشون آسیب بزنی؟ Do you آیا تو have to باید hurt صدمه زدن، آسیب زدن. hurt them که اینجا گفته hurt them مثل قبلی، حالت قبلی که توضیح دادم دوباره اینو مخفف کرده. آسیب بهشون بزنی so you don't hurt anymore که دیگه خودت درد نکشی. anymore یعنی دیگه. you don't hurt یعنی خودت آسیب نبینی، خودت درد نکشی. میگه باید حتما به اونا آسیب بزنی تا دیگه خودت درد نکشی. پس this isn't what you wanted این چیزی نیست که تو میخواستی. یعنی حالت پشیمونیشو داره میگه که این چیزی نبود که تو میخواستی. nuts inside your stomach
این در واقع اصطلاحیه برای کسایی که خیلی اضطراب شدیدی دارن. اینو میگن وقتی که اضطراب داری، دلت انگار دل پیچه داری، انگار پیچ خورده، مثلا خودمون میگیم دلمون پیچ خورده انگاری، یعنی از اضطراب شدید یه دردی توی شکمت داری. Do you have to hurt them؟ آیا باید بهشون صدمه بزنی؟ So you don't hurt anymore، تا دیگه درد نکشی. When what hurts and what's right are the same. When it kills you to leave or to stay. When what hurts and what's right are the same. When it kills you to leave or to stay. When زمانی که what چیزی که hurts آسیب میزنه، وقتی چیزی که آسیب میزنه and و what's wrong right. What's right what is right هست و چیزی که درسته. right به معنی درست، what's چیزی که است درست، are the same هستن یکی، مشابه. the same به معنی مشابه، یکسان، یکی. What's right are the same چیزی که درسته یکی هستن. وقتی چیزی که آسیب میزنه و چیزی که درسته یکی هستن. When it kills you to leave or to stay. وقتی هم رفتن و هم موندن برات دردناکه. It kills you یعنی تو رو میکشه. kill به معنی کشتن، ولی اینجا به معنی کشتن نیست. It kills you به معنی اینکه یه چیزی که برات خیلی سخت و دردناکه. و leave به معنی ترک کردن هست. stay به معنی ماندن هست. رفتن یا موندن. leave or to stay. رفتن یا موندن، یعنی هر دوتاشون برات دردناکه. خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه من بودید. من فایل صوتی آهنگ رو توی کانال تلگرامم قرار دادم. شما میتونید عضو کانال بشید. آدرس کانال توی کپشن قرار داره و از اونجا فایل صوتی رو دانلود کنید. آهنگ بعدی که قرار کار کنیم یک آهنگ زیبا از خواننده معروف ریحانا هستش به اسم دایموندز و به زودی قرار میگیره توی کانال. برای اینکه اولین نفر باشید که اون آهنگ رو میبینید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله بغل رو فعال کنید. ممنون. خدا نگهدار.